پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند خداوند 3 تا صدا رو دوست داره، 3 تا صدا رو دوست داره، اونم در وقت سحر. یکی صدای اذان گفتن خروس و یکی صدای تلاوت عبد با کلام رب العالمین و یکی صدای آه و ناله انسان گناهکار سر تا پا تقصیر در وقت سحر که به درگاه خدا زاری میکند. میگه مستغفرین دیگه استغفارشون همینطور وصله با نماز شبشون تا اذان صبح. این 3 نفر. بعد میگه که فاذا طلع الفجر نادا مناد، میگه وقتی آفتاب طلوع کرد یا فجر طلوع کرد، نادا مناد، منادی صدا میزند الا لیقم الغافلون. 4مین گروه میگه وقتی فجر طلوع کرد دیگه وقتی نمونده، میگه منادی از زیر عرش خدا صدا میزنه الا لیقم الغافلون، حالا غافلین بلند بشن. خودش میگه که طوری بلند میشن از بسترشون مثل که مرده ها دست باچه از قبراشون بلند میشن. غافلون الا لیقم الغافلون. بعد میگه که فیقومون من فروشهم کالموتى نشروا من قبورهم. عجب چیزهایی میگفتن بزرگان دین، چون دلشون به بالا مرتبط بود. میگه 4 چیز لازمه برای کسی که میخواد راه خدا را بره و موفق بشه. یکی اعتقاد صحیحی که در اون بدعت نباشه. باید بخونی اعتقاد چیه، بدعت چیه. دوم توبه نصوحی که بعد از اون به ذلت گناه برنگرده. سوم راضی کردن هر طلبکاری از بندگان خدا. اگر کسی میخواد توبه بکنه باید با حق الناس همه تصفیه بکنه و حقشون بر بگردونه تا حقی برش نباشه که وقتی میخواد توبه بکنه و به راه خدا هر ادامه بده حقی هیچ کسی برگردنش نباشه که سنگینی بکنه امروز و فردا فکرشو ذکرشو مشغول بکنه. و 4م تحصیل علم شریعت به قدری که بتوانید اوامر خدا به جا بیارید و از نواهی خدا دوری بکنید. و مشهور است که شیخ شبلی میگه که خدمت 400 تا استاد و عالم و شیخ کردم، 4000 حدیث ازشون حفظ کردم، از میان 4000 حدیث 1 حدیث رو انتخاب کردم و به اون حدیث عمل کردم و مابقی رو رها کردم. وقتی که خوب نگاه کردم که خلاص و نجات من تو همین 1 حدیثه و علم اولین و آخرین همش تو همین 1 حدیث جمع شده. اون حدیث چیست؟ بعد میگه به همین حدیث اکتفا کردم. حدیث اینه، پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرمایند اعمل دنیا که به قدر مقامک فیها، برای دنیا تلاش بکن به اندازه مقامت در دنیا و برای آخرت تلاش بکن به قدر بقا و ماندنت در آخرت و برای خدا کار بکن به قدر حاجتت به خداوند و نیازت به خدا. چقدر انسان نیاز به خدا داره، پس همیشه باید در تلاش باشه که برای خدا خدمت بکنه. و عمل للنار به قدر صبر که علیها، و برای آتش جهنم میگه تلاش بکن به اندازه صبرت بر آتش. یه روز 1 چوب کبریت فقط زیر دستت بزن، چقدر صبر دارید؟ میگه برای آتش جهنم به اندازه صبرت تلاش بکن اگه صبر دارید. این بود خلاصه از چیزهایی که نوشته بودم. و یکی از علما به اسم فتحی یکن در کتاب قوارب النجات، قایق‌های نجات، گفته مداخل شیطان به نفس انسان 7 چیزه: 1 غضب، 2 کبر، 3 شهوت، 4 حسد، 5 عجله، 6 بخل، 7 سوء ظن. این 7 تا دره که باید قفلش بزنی که شیطان از اون در به نفس تو و داخل تو و درون تو نفوذ نکنه. از همه شما تشکر میکنم، خیلی حوصله کردید. ساعت 1:30 از امام جمعه محترم و برادر بزرگوارمون که بالاخره بزرگواری کردن و ادب به جا آوردن و حق مهمان رو ادا کردن و صحبت‌های خودشون رو کوتاه کردن، گرچه خیلی صحبت‌ها داشتن. و اون حدیثی که بالای منبر
ایراد نمودن خیلی شرح و تفصیل داشت که میتونستن بسط بدن، ولی خب واگذار کردم به بنده حقیر. امیدوارم که خداوند هرچی خوبی هایی که به زبان من آمد از جانب خدا بود و تاثیرگذار باشه در خود بنده و در شما، و اگر لغزش هایی و خطاهایی و خدای نکرده ناصواب بر زبان آمد از نفس اماره و شیطانی که وسواس الخناس است، که من به درگاه خدا پوزش می‌طلبم و از همه شما هم معذرت خواهی میکنم. قطعا این CD رو من دوباره چک میکنم، نگاه میکنم، اگه جای نیاز به حذف باشه حذفش میکنم و انشالله میفرستیم برای مدرسه در دسترس شما بزرگواران باشه. از حوصله همه شما تشکر میکنم. یک بار دیگه دست به هم بدید انشالله، دست قوی برای آباد کردن منطقه و برای آباد کردن جامعه خودتون و ماحولتون. برادرمون حسین از کورستان زنگ زدن، دیشب بود، گفت که شما میرید روی در؟ گفتم بله انشالله اگه خدا توفیق بده. هفته گذشته من میخوام بیام، من میخواستیم بیام که همون لحظه‌ای که میخواستیم حرکت بکنیم دیگه یکی از جوانا که قومخ شما و خانمم بود به رحمت خدا رفت، دیگه نتونستیم. و گفت که شما این هفته میای؟ گفتم بله. گفت پس ما با دوستان جمع شدیم از کورستان میخوام بیایم. سبحان الله. نگفت که هر جا خودت مهمونی، ما هم هستیم، ما 20 نفریم 50 نفریم. فقط سوال میکنه شما امروز میرید؟ ما میخوام با دوستان از کورستان کسی اینا جمع بشیم. میان، حالا نشسته دارم میبینمش. بعد تو تلفن میگه حالا ما هم که میایم ان شاءالله یه نوبت هم به ما بزن، از سر ما رد میشید از بغل ما، یه نوبت هم به جوانای کسه بزن. ما مخلص همه هستیم، هر کاری میکنیم خودمون رو تقسیم بکنیم بازم کم میاریم. دیگه الان جمعه و شنبه نیست، شب و روز نیست، یک سره داریم میدویم. بازم به گفته شیخ بزرگمون خدا حفظشون بکنه، شیخ عبدالکریم، میگفت مردم فکر میکنن که ما کاری کردیم. میگو این همه تلاشی که مردم فکر میکنن تلاشه، هنوز نتونستیم بیش از 10% خواسته های برادران مسلمانمون تو منطقه و خواهراشون، بیش از 10% خواسته هاشون رو جواب میدیم. بنده همان به که ز تقصیر خویش عذر به درگاه خدای آورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جای آورد.